السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستانی راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می سازیم. گفتار نهم. کاتب کمیته کمسمالی ساختمان محمدالله آیف با او گفت: شاعر بزرگ نظامی گنجوی تأکید کرده است هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی، و با او راه خط به شهری گارکی سپارید. باز ناز و نوز نکرده راضی شد. ضرور باشد روا باشد. به خانه با روحی بالیده برگشت. تبسم در لبانش شکفته، چشمانش برق می زدند. اما این خبر مادر را شاد نکرد. او را به حیرت آورد. سوالآمیز به همسرش نگریست. سپس نارضایانه پرسید: باز به خواندن می روی؟ ها، خواند گفتند. چی تو یک عمر تحصیل می کنی؟ چی بدی دارد؟ به او رو آورد همسرش. رسول اکرم در یک حدیثش تأکید کرده است از گهواره تا گور بیاموزید. برادر هم دستگیری کرده این بیت را خواند: چی خوش گفت دانای شیرین مقال، که بی دانش انسان نیابد کمال. مادر رنجش آمیز گفت: همه تان زبان یک کردی. زیغ نشوید بچه جان. مادر را آغوش کرد عبدالمنان. 6 ماه تیز می گذرد. کی می روی؟ به چشمان مادر اشک دوید. نوک رویمالش را به دست گرفت. خدا خواهد 2 روز پس. آه خدایا، در شهری بیگانه خودت تنها چی کار میکنی؟ من تنها نه، 10 نفر می رویم. مادر آهی سبک کشید. آنها 10 نفر به شهر گارکی رفتند. صبح روز دیگر پیش از شروع مشغولیت استادانش پیاتر گاوریلویچ فیلاتوف با ابروی گرفته پرسید: میخواهید هنرمند اصیل باشید؟ همه خوشحالانه و با یک آواز: البته میخواهیم گفتند. جبین فیلاتوف روشن گشت. با تأکید گفت: از خط و ریجه من سر نمیپیچید. بیکار خوجگی تنبلی نمی کنید. همه روزها یکسان آغاز می شدند. معمولاً آنها را فیلاتوف صبح بر وقت از خواب بیدار می کرد. رسا 45 دقیقه به ورزش مشغول می شدند. سپس شستشوی کرده صبحانه می خوردند. بعد مشغولیت آغاز می شد. تا نیمه روز آموزشی نظریه، بعد تا بگاه مشق عملی. تکرار به تکرار مشق می کردند. کار به این انجام نمی یافت. باز قسمهای ماشین را می کشادند و وصل می کردند. مشقها بی نهایت وزنین بودند. بعضا از خستگی مثل مستها می کلویدند. فیلاتوف آنها را تسلا می داد: باکی نیست، به این عادت می کنید. با آهنگ شوخی علاوه می کرد: اگر عادت کنید. بعد جدی می افزود: نکنید، گیله از خودتان. همه‌شان کوشش می کردند، اما عبدالمنان میوه باغ دیگر بود. وی تماماً به حیات نو عادت کرده، با شوق و رغبت زیاد می آموخت و از کامیابی‌هایش خوشحال بود. به خطا اجرا کردن همه سفارش‌های استادش به او لذت بزرگ می بخشید. استادش نیز به وجد آمده دستانش را به هم می مالید و می گفت: آفرین، استعدادی خوب داری، تو حتماً کامیاب می گردی. روزی به نزدش مردی زیایی نمای آمده
با او سلامی گرم و صمیمانه کرد. تو را تعریف کردند. او ندانست چی گوید. شرمگینانه چشم به زمین دوخت. استعداد داری میگویند. طاقت نکرد. سر برداشت و گفت آدم را شرم ندارانید؟ رفتیم. با کجا؟ به اداره ما. نمیتوانم گفت او. من در اینجا صاحب اختیار نیستم. هیچ کس تو را بسته نمانده است. عبد مرد خواست نام او را به زبان آورد ولی دشواری کشید. علی گویم می شود؟ نه نمی شود. از کوهستانی؟ از کجا فهمیدید؟ از یک رویت. با تبسم گفت مرد. خیر رفتیم. بگذار گفت شما شود. راضی شد عبدالمنان. میبینم که از شما خلاصی نیست. مرد خندید و او را به یک مؤسسه برد. سردار زود او را قبول کرد. حجره‌اش تازه و آزاده، همه آرام. تو را خواب رفتن نمیمانند. ما به اینجا خواب روی نآمده ایم. ما تو را به کار میگیریم. این تکلیف برای عبدالمنان غیر چشم داشت بود. از این رو دست و پا خورده ندانست چی جواب دهد. یعنی راضی هستی؟ عبدالمنان در شگفت شده آهسته پرسید. مگر متخصص ندارید؟ سردار آهی سرد کشیده. داریم گفت. اما می را دوست می دارد. چی گویم؟ یک نوشند تمام یک هفته به خود نمی آیند. تکنیک از کار می ماند. میانی کار می شکند. آدمان بیکار می شینند. به جای رحمت لعنت می شنویم. مد کشید عبدالمنان. او را به نزد افتاکران بردند. یک هفته پیش آوردیم. ولی نو بودان. جلا می داد. دیل می را بود. کو بگو بچه کو. چی گویم؟ چه خیر؟ به افتاکران اشاره کرد سردار. معقول هم گپ. همین است تو. از من؟ بله از تو. معاشت هم معین. و او چقدر مزد مهنت گرفتنش را گفت. رقمی به زبان آورده سردار عبدالمنان را مات و مبهوت کرد. سردار گویا همین لحظه را نگران باشد دست دراز کرد. دستت را بده. چی گفتید؟ معاشت فلان قدر گفتنی سردار در گوشش صدا داد و وجودش را یک حس ناگوار سوزانده گذشت و همزمان گویا بوی دیارش به مشامش رسید. گفته بزرگ چون برق به یادش آمد. هر قدر ما به کم قناعت کنیم همان قدر به بیش می رسیم. از روی انصاف نیست. چی؟ تعجب کرد سردار. کم است؟ نه زیاد است. این خیل هم می شده است. می شود جدی جواب داد عبدالمنان و قطعی نه گفت و باز افزود. ما را خریدن نمی شود. این پیروزی نسبت به خود بود که روحی او را قوی تر ساخت. همسفانش از این قضیه آگاه شده در حیرت ماندند. یکی گفت ای گرنگ راضی می شدی؟ 2-3 سال کار کرده یک لینگه پول برداشته می رفتی. وی با ضرب المثل جواب گردان. از پی این و آن شد دست خالی روان شد. هر بار این واقعه را به یاد آورده می خندیدند. خندید می گفت عبدالمنان با تبسم. عمرتان دراز می شود. نهایت به او ماشینی بیلست دادند. اما او غیر چشم داشت رد کرد. نمی گیرم گفت. سردار یک تکان خورد و چشمانش را کلان کشاده حیرت زده بر روی او دیده دوخت. چی گفتی؟ نمیگیری؟ بله نمیگیرم. چرا؟ به استاد کار را آغاز نمی کنم. جدی جواب داد او. کاری به استاد بنیاد و اعتبار ندارد. بله این گپت راست. در لبان سردار تبسم پدید آمد. حق به جانب شاعر است که گفته به شاگردی هر آن کو شاد گردد رسد روزی که خود استاد گردد. لحظه به اندیشه رفته خاموش ماند و بعد پرسید خوش به کی شاگرد می استی؟ راستی گپ
در انتخاب دشواری میکشم. استادان کم نیستند، یکی از دیگر استادتر. این گپت حق است و راست. به فکری او راضی شد سردار. من توصیه دهم. کاشکی. دودلین می شود؟ آناتولی استیپانویچ. بله گفت سردار. قبول میکنی؟ با جان و دل، با دل و جان می ایستم. شادی و خرسندی عبدالمنان انتها نداشت، زیرا دودلین مردی پرپیکری با صلبات که قیافه آرام و حکیمانه داشت، با تمکینی، خاکساری و کشاده‌دلی، با دانش و هنر خود میان جماعت آبروی کلان داشت. دودلین به اندیشه رفت. امتحان کنید. او به خود آمده پرسید. برای چی؟ اندیشه دارید که من لایق شاگردی نیستم؟ نه هرگز. برعکس، فکر دارم که از عهده استادی میبرایم یا نه؟ میبرایید. من باید از شما بسیار چیزها را آموزم. حقی گپ را گویم، تجربه کافی زندگی ندارم. دستم در کار هم آنقدر راست نیست. میخواهم از دانش و تجربه غنی شما بهره‌ور شوم. آخر شاعر بیهوده نگفته که به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن. ماه نو را رفته چرخ عالمگیر کرد. این طور باشد خوب. مدکش دودلین و کمی خاموش ایستاده، سپس با دقت بر روی عبدالمنان نگریست. یک چی پرسم، خفه نمیشوی؟ نه. چرا خفه شوم؟ چرا مرا انتخاب کردی؟ بهترین انسان و بهترین مربی هستید. در دنیا شما بر این آدم ها کمی در کم. سخنی او را بریده فریاد زد دودلین. مرا شرم داراندی. مرا شرم داراندی. راستی گپ بار اول چون این ستایش را میشنوم. این ستایش نه، بلکه حقیقت است. شما در ساختمان نیروگاه نارک فعالانه اشتراک کردید. سالیان زیاد تجربه اندوختید. به خوب و نیک زندگی سرفهم می روید. به کور هم عیان است که خدمت شما در این جاده قیاس نشونده است. و این بیت صایب را خواند و ترجمه کرد. رای روشن ز بزرگان کهنسال طلب، آبها صاف در ایام خزان می گردند. دودلین به خوشحالی گفت تو شاعر هم بوده ای کو؟ نه، من کجا و شاعری کجا؟ خاکساری میکنی. من میدانم که تاجیکان همه شاعر طبیعتند. به قول کام شما را با شعر برداشتند. دودلین به عبدالمنان بارها به تأکید فرمود. اگر کس دست و دل پاک، نیت نیک و رأی استوار داشته باشد، هیچگاه خار نمی شود. کوشش کن که هر یک عملت باعث قناعتمندی باشد، پشیمانی نه آرد. زیرا بزرگان گفتند چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. این پند و نصیحت های دودلین حاصل طینت نیک و پاک او، تجربه حیات عبرت بخشش بودند. ساختمان بروی عبدالمنان دنیای دیگر را باز کرد و او دامن استاد را گرفت و خدمت کرد. عزت و حرمتش را به جا آورد. مدام سعی کرد، تلاش به خرج داد. عشق کار، عشق بنیاد او را به سوی قله می برد. البته زندگی یک رنگ نیست و حیات او را گاه با سختی های و گاه با نوازش امتحان می کرد. گاه می غلطید و گاه می خیست، ولی روح افتاده نمی شد، ناامید نمی گشت. روزها می گذشتند و شبها. در امواج زندگی بود. کاری نکو از پور کردن است. حرکت و برکت، استواری زندگیش را گواراتر نمود. به شاهراه کمالات کسبی برآمد. پیروزی پسی پیروزی آمد. در صف کارگری پیشقدم جای گرفت. دودلین به او گفت کسی که حلال زحمت می کشد آبرو می یابد، زندگیش خوب می شود. وکیل انجمن.
تمام هستی خود را فدای راغون نمود. ذره ذره به هم آمیختند. اکنون او در راغون بود و راغون در او. خود به خود می گفت تو از منی راغون. در این حرفش مهر و محبتی به اندازه او نسبت راغون احساس می شد. این مهر و محبت از عمق دلش می خیست و بالاتر از همه صاف بود، بی‌غرض و بی‌طمع بود. و راغون هم با چنین دوستداری جواب داد. او را وکیلی انجمنی 20 کمسمال عمومی اتفاق انتخاب کردند. البته حق داشت فخر کند، ولی او این را چشمدار نبود. خود را پوچید تا بفهمد خواب است یا بیدار. خواب نه، حقیقت بود. این حقیقت او را سرخ و سفید کرد. چرا من؟ مگر ارزنده ها نیستند؟ هستند، ولی تو ارزنده تر. حق است و راست. راست، درست. پس از انجمن با خواهش مؤلف این سطرها اندیشه هایش را روی کاغذ آورد که آن با عنوان راغون نفس گرم 1 می سال 1987 در روزنامه کامسمال تاجیکستان، حالا جوانان تاجیکستان، چاپ شد. بهار را فصلی با سخاوت می خوانند و بهار امساله بی‌شبهه باز هم سخاوتمندتر و نظررباتر بود، چون که انجمنی 20 ویلکسم شده گذشت. با روحیه بلند سیاسی و مهنتی بر راغون آمدم. بینم چند جوان دست بالای دست مانده بیکار نشستند. چنین می نمود که آنها کار و بار را فراموش کرده بودند. از این خرسندی آنها دلتنگ شدم. یگیت ها، در بدنتان جان گرم دارید؟ نخواد الکی مرغ دلتان مرده باشد. یکی از آنها مرا دیده، بیا مسکوه خوب تماشا کردی؟ سیر خوب گذشت؟ گفت. من به سیر نی، به کار رفته بودم. گفتم و دماغم سوخت. خیر قواقات آویزان نکن. کنی گوی در انجمن چی گپ ها شد؟ یگان تغییرات می شود که ما کمسمالان قطاری هم حس کنیم. انا خودت چی فکر داری؟ گفتم. کدام قوه باید بازسازی را در راغون پیش برد؟ لیکن ما انتظار فرمان بالا هستیم، گفت یکی از آنها. جرأت میل رغبت نیست. شکل و اصول و عادت کهنه به دشواری شکسته می شود. برای بازسازی باید مبارزه کرد. بازسازی را باید حفظ نمود. در ما باشد بعضی ها گپشان دیگر و رفتار و کردارشان دیگر. به جای کاری فایده‌ناک به غلطکاری و غلط رفتاری راه می دهند. پس از این بحث سر شد. یکی می گفت او درست می گوید. دیگران به جهل آمده مقصد از اشاره بعضی ها چی؟ زمان آشکار بیانی کو. نامشان نگیر می گفتند. من او را دستگیری نمودم. او آن فکرهایی را بیان نمود که در سیست گفته شد. کارگر نیز اسلوب کار خود را دارد. بهتر کردن این اسلوب، بهتر کردن مناسبت با کار، حذر از هر گونه ساختکاری، از ظاهر پرستی، رها یافتن از چشم بندی است. این چنین معنا که گپ فروشی و سفسطه خوانی کمتر و روحیه کاری بیشتر شود. در سخن همش گویا فهما. لجام سخن را به دست میگیرد جوان اوله. لیکن من اگر قرار داده باشم که با راهی نو زندگی میکنم، آنگاه از چی باید کار را سر کنم؟ از ترک عادت بد، تنبلی سر کن، گفتم با او. تا که بریگادیر غنم نرو قادیروف، زن برا بردار قادیروف، این اکن و اکن نگوید. او چنین مصلحت را انتظار نبود. لیکن حالا دور ترک عادت هاست. این دور است که هر کس، هم وزیر و هم کارگر و هم اهل علم و ادب، رفتار خود را از روی مفهوم های عدالت، با وجدانی، با انصافی قیاس می کند. عادلانه باید زیست. این طور زندگی آسان نیست، بله دشوار است. لازم می آید که همه تدبیرها به واسطه تفکر عملی گردانیم. تفکر چیست؟ این پرابلم ها را آشکارا محاکمه کرده در حل آن حس شخصی گذاشتن است. آیا ما این کار را کرده ایستاده ایم؟ ها،
ولی نه همه. آدمانی تنبل و کارگریز حالا هم بسیارند. صد افسوس که این قبیل آدمان در بین کامسمالان نیز هستند. آنها با دلی ناخواهم کار میکنند، از کمبودی ها چشم میپوشند، از روی پرینسیپی مرا به تو چی کار زندگی میکنند. بی‌پروایی علت خطرناک است. اینجا راستی که به ما اکثرا آداب فروتنی امان خلل میرساند. با آن عادت کرده ایم که به رفیق آشکارا گفتنی کمبودیش را بی آدابی میدانیم. میکوشیم تا او خفه نشود. بی‌پروایان از این خاکساری های ما استفاده کرده باز هم تنبل و بی‌پرواتر می شود. باره دیدم که کاتب تشکیلات پرتوی یک اپراولینیا پلانی کاری بیوروی کمسمالی را ترتیب می داد. خودی کمسمالان چی؟ مراغ ظاهر نمودم من. جدا هم فانتزیار شدگی آنها، جواب داد او. بهترش خودم ترتیب می دهم. کمیس پیش از همه از من طلب می کند. کنی راهبری پرتوی. من فهمانیدنی شدم که این ضرر آور کمسمالان را به کرختی می برد. به درخت تشبسشان تیشه می زند. ولی در جواب شنیدم از پشه فیلم مساز. موافق تعلیمات مارکسیسم که در عملیه دامنه‌دار KPSS تجسم یافته است. رول عامه خلق شخص در حل وظیفه‌های مرکب همیشه اهمیت بزرگ داشت. از این سبب به نظر من وظیفه دوچندان مرکب است. طلب زمان این است که در شعور آدمان حس مسئولیت و دلسوزی برای امروز و فردای وطنمان را بیدار نماییم. به حرامکاران و وعده‌بازان و دیگر شخصانی که تنها در غم خودند مناسبت آشتی ناپذیرانه بریم. بیایید بار به خود سؤال دهیم: این کار را اگر من نکنم، تو نکنی، کی میکند؟ صد روی زندگی. زندگی صد رو داشته است. تا آن زمانی که روی دیگرش پدید آمد، کار در راغون چون دریای وحش روان و پرخروش بود. زحمت و رنج بود شادی افزا. دماغ عبدالمنان چاق بود و روحش بالیده. آه چی خوش و گوارا بودند آن لحظه ها. آها، برایش راغون باغ بزرگی را میماند که تراوتی بوی بهشت را داشت. با اهل زحمت همدل و هم نفس، جان و جگر بود. آن زمان تضادهای زندگی، اغوا و غوغا و پست و بلندی‌هایش برایش ناشناس بود. بعد کیم چگونه پیش آمد ناخوشی را احساس کرد. این پیش آمد را در سیمای سفچنکوف هم مشاهده نمود. خواست به همکارش اکرم همسریف در این موضوع صحبت کند. عبدالمنان به اکرم حسن توجه داشت، احترامش میکرد. اکرم جوانمردی آب و تاب یافته قامت بلندی شانه پهن، دارای خصلت‌های خاص خود بود که در دیگران کمتر دیده میشد. در دوستی بها نداشت. از دستش می آمدگی یاری را دریغ نمی داشت. ولی دودیله شد، گوید یا نگوید. اندیشه می کرد باز پیش از توی دایره نزند. باری به نزد اکرم آمد و سری زانو نشست، اما جرأت نکرد. نفسی چقور کشید و از جای خیست. چی گپ داشتی؟ بعد گفت و رفت. بعد روزی دیگر فرا رسید و او به یگان مقدمه پرسید: اعتبار دادی؟ به چی؟ به چی نی؟ به کی؟ خوش؟ به کی؟ به افزای سفچنکوف. کدام سفچنکوف؟ ما چند سفچنکوف داریم؟ سرداری کلانمان. خرچی؟ چی خرچی؟ مگر مشاهده نکردی که در رویش سایه غم نشسته است؟ ایها، زب مشاهده کرده بوده ای. خندید اکرم. در این دنیا کی بیغم است؟ زاغ بیداغ نیست. ایها، وی که راهبر یک ساختمان بزرگ 1001 تشویش دارد، باز غمی همه ما را نیز میخورد. تو مگر نمیدانی؟ نه، یه عادتاً چهره کشاد است.
از دیدارش دل فرح می یابد، حالا باشد دل را غبار غم می گیرد. ای جوره، من همین پیشگویی هایت را یک عمر به نظری تو چیزی می نماید. دیروز دیدم او را، به من کیم چخیل نگاه کرد. ای بیامان دیوار نمکش نشو. هر خیل میشمیش و آوازه ها هم به گوش می رسد. باز هم تشویش آمیز به زبان آورد عبدالمنان. چی بسیار دهانی بیکار، گفت اکرم. اهمیت نده. مگر به شمال شاخی درخت می جنبد؟ البته هرگز نه. و عاقبت فرا رسید آن روز. راغون از کار ماند. خیر، سرنوشت. تا دیر باز عبدالمنان به خود نآمد. دنیا بی راغون به نظرش خالی می تافت. آخر راغون خانه امیدش، خانه مرادش بود. شب و روز در زبانش راغون بود. در خوابش هم راغون می گفت. اندر گوشه آسمان مغرب ابر می سوخت. آفتاب فرو می رفت و عبدالمنان امید از همه چیز کند. دلش سرد شد. همه موجودات زنده پژمرده به نظر می رسید. دنیا حزن‌آور بود. روشنی روز هم سیاه بود و تاریک. باری ناامیدی به دوش دلش گرانی کرد. سبوک از جای برخیست. در فضا پرنده ها در پرواز بودند. عبدالمنان به پرواز آنها دور و دراز دیده دوخت. گویا در پرواز آنها رشته معمای را پیدا کردنی باشد. بالای سوخته نمکاب بدبینان نیشش می زدند. روزی با 2 نفرش روبرو آمد. ایها، کی را می بینم؟ این توی راغون چی؟ از این دیداربینی طبع عبدالمنان خیره شد. ما را نشناخته؟ عبدالمنان نه گفت نه. سلام. خواست گوید که صدقه سلام شوید، اما سلام قرض خدا گفته سلامش را علیک گرفت. راغون سازه. دیگری به جراحتش نمک پاشید. دریغت شده پای و قدم کردی که عبدالمنان با قهر به او نگریست، ولی دم نزده لبانش را سخت فشرد. خون در شریان عبدالمنان بجوشید. افزایش بیجا شد. جسمش به لرزه آمد. مسخره بازها، مشت گره کرد عبدالمنان. این از نظر اکرم که همراهش بود پنهان نماند. زود دستش را داشت. فزنین شو، گفت خود را به دست گیر. در راه عبدالمنان چند مراتب آهی سردی کشید. ای بس کن، گفت اکرم. 10 بار آه کشیدی. عبدالمنان ابروانش را در هم آورده. چی تو حساب کردی؟ گفت. نه سراسیمه، گفت اکرم. نکردم، لیکن چرا اینقدر آه میکشی؟ از پرسش اکرم غشش آمد، مگر که چهره تغییر داد. نهایت با دماغ سوخته و آهنگ ستیز گفت آخر نمانده که یک ریمانتشان کنم. اکرم با ذوق سر تکان داده با آهنگ شوخی گفت چی آنها به تو بیلز بودن؟ او هم قفا نماند. آخر بیلز نباشد چی کار کنم؟ شما خوانش بدیعی را از روی اثری نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار 9.